چرا آبجی معیا تو رو آنفالوت کرده. خدا شاهد هیچ مشکلی بین ما پیش نیومد، هیچ جر و بحث و دعوایی نشده. هنوز که هنوز تو گوشی من آبجی معیا سیوه. من از طریق چند تا دوستاشون مطلع شدم که پیجشون به این علت بسته شده که یه چت پستشون مشکل حجاب داشته و احتمالاً به امید خدا تا یه هفته 10 روز دیگه پیجشون هم بهشون میدن و اونایی که دوستشون دارن میتونن در پیجشون دوباره ایشونو ببینن. با شوهر یکی از دوستان بودم. سلام به همه رفقای یوتیوبیمون. اگه دنبال یه درام واقعی، آنفالو، افشاگری، بسته شدن پیج و حتی کلاس آشپزی وسط این ماجرا میگردید، این ویدیو دقیقاً همونیه که میخواین. امروز قراره دوتا از داغ‌ترین خبرهای فضای مجازی رو با هم بررسی کنیم. آماده اید؟ بزن بریم. موضوع اول داستان عجیب مهیا و اشکان شادکامیه. همکاری مهیا و اشکان یکی از موفق‌ترین دوگانه‌های یوتیوب فارسی بود. یه چنل ساختن، ترکوندن، فالوور بارونش کردن، ولی یهو همه چی خراب شد. مهیا اشکانو آنفالو کرد. اشکان شوکه شد و توی تلگرامش رسما اعلام کرد همکاریشون دیگه تمومه. بچه تو تلگرام، تو یوتیوب، تو اینستاگرام، همه جای از من میپرسین چرا دیگه با آبجی معیا ویدیو نمیسازی؟ چرا آبجی معیا تو رو آنفالوت کرده؟ بینتون مشکلی پیش اومده؟ جر و بحث کردین، دعوا کردین؟ چرا آبجی معیا تو رو آنفالوت کرده؟ خدا شاهد هیچ مشکلی بین ما پیش نیومد، هیچ جر و بحث و دعوایی نشده. هنوز که هنوز تو گوشی من آبجی معیا سیوه و صرفا ترجیح داده دیگه همکاری نکنه و تنها مسیرشو ببره جلو. یعنی هیچ مشکلی بین ما پیش نیومده و خواهش میکنم که به حرف این چی میگه اون چی میگه هم گوش ندین. اگه چیزی باشه من خودم میگم بهتون. خیلی دوستتون دارم، مراقب زیباییاتون باشین. ماچ. مهیا هم بلافاصله یه استوری گذاشت که از همون مدل هایی بود که یعنی من چیزی نگفتم ولی همه چی رو گفتم. بعد از اون مهیا توی پیام اینجوری میگه که نه عوضیم، نه یادم میره خوبیاتونو، نه میتونم بگم چقدر قدردان روزای قشنگ و با ارزشی هم که با هم گذروندیم، ولی خستم از رفتارتون، از چیزایی که میشنوم ازتون، از حرفای ناگفته‌ای که ترجیح دادین پشت سر بگین تا روبروی چشم. آدما باید حرمت روزای قشنگ و نون و نمک کنار هم بودن رو حفظ کنن، ولی گاهی باید یادشون بیاد که تنهایی هم میتونن ادامه بدن، میتونن به زندگی فردی خودشون برسن. گاهی یادم میاد انقدر درگیر این بودم که دیگران چه مشکلاتی دارن و دیگران چه چیزی نیاز دارن که خودم رو گم کرده بودم. الان که دارم پیدا میکنم تازه خودمم زندگی فردیم و اهداف واقعیمو میفهمم و میدونم که ارزش واقعی کجا بوده. چند ماه گذشت، اشکان هیچ واکنشی نشون نداد تا اینکه پیج مهیا ناگهانی از دسترس خارج شد و خب حدس بزنید مردم کیو مقصر دونستن؟ بله، دوباره اشکان بالاخره سکوتش رو شکست و گفت من نقشی نداشتم، پیج مهیا به خاطر رعایت نکردن قوانین حجاب بسته شد. من از طریق چند تا دوستاشون مطلع شدم که پیجشون به این علت بسته شده که یه چت پستشون مشکل حجاب داشته و احتمالاً به امید خدا تا یه هفته 10 روز دیگه پیجشون هم بهشون میدن و اونایی که دوستشون دارن میتونن در پیجشون دوباره ایشونو ببینن. ولی فکر نمی‌کنم دیگه با هم دیگه ویدیو یوتیوب داشته باشیم و علت همکاری نکردن این نیست که بین ما خدایی نکرده ناراحتی باشه، اتفاق افتاده باشه. نه، اصلا خدا شده هیچ کدوم از اینا نیست. اینجوری نبوده که خدایی نکرده ناراحتی باشه، قهری باشه، هیچ چی به جون ما دارم و فقط صرفا ترجیح این که دیگه همکاری ادامه دار نباشه. ایشون هم هر جا هستن ان شاء الله ما براشون آرزوی سلامتی می‌کنیم. و حالا بعد مدت‌ها مهیا برگشته و با یه پیج جدید که در حال آشپزی کردنه. ما هم موندیم از آنفالو تا آشپزی، زندگی یا فیلم درام ترکی فقط خدا میدونه. Havasından suyundan aşk damlayan yarim var gül renk. خب بریم سراغ ملیکا تهامی. ملیکا گفته که یه زمانی بهش تهمت زدن که با شوهر دوستش دلارام خسروانی رابطه داشته. خودش قاطع میگفت اگه خیانت بود دلارام بر نمیگشت به زندگی قبلیش. بزرگترین دروغی که تا حالا دربارت گفتن چی بوده؟ اینکه با شوهر یکی از دوستان بودم. یه چند سال پیش یه حاشیه‌ای پیش اومد، یعنی تقصیر خودمونم بود. حالا بچه بودیم و یه دعوایی بینمون پیش اومد، الان هم حتی با هم در ارتباطیم. این سوء تفاهم بین خود اون آدم به وجود اومد و بعدش هم فهمید که سوء تفاهمی پیش نبوده، اون موقع ایران نبود که حتی برگشت ایران با هم ارتباطمون رو ادامه دادیم. 100% خط قرمز هر کسی، یعنی اگه 1% من این کار کرده بودم هیچ وقت طرف نمیاد دوباره با من ارتباط برقرار کنه.
و من خیلی فوش خوردم سر این. هنوزم که هنوزه بعضیا میگن تو با شوهر فلانی بودی و نبودم. حالا که دلارام با پارتنرش آشتی کرده قضیه تموم نشده. چند وقت پیش ملیکا ادعا کرد که علی یاسینی پدر فرزندشه و گفت دخترش نفس توسط علی ممنوع الخروجه. واقعا باورم نمیشه، این یه لول جدیدی از درامه. اما ملیکا توی همون مصاحبه گفتش که توی یه رابطه جدید و خیلی هم پارتنرش رو دوست داره. بعد از اون همه طوفان یه لحظه آروم بد نیست. در حال حاضر کسی هستش که عاشقش باشی و تو زندگیت باشه؟ بله کسی هست دوستش دارم. خیلی مدته؟ خب شما بگید به نظر شما مهیا و اشکان دوباره با هم همکاری میکنن یا اینکه این قصه واقعا تمام شده؟ و در مورد ملیکا فکر میکنید ادعاهاش در مورد علی یاسینی واقعیه؟ توی کامنت ها منتظرتونم، بیاین با هم بحث کنیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگر هم نظرتون رو راجع به ویدیو و موضوع برای ما توی کامنت ها بنویسین، به ما کمک خیلی بزرگی توی پیشرفت کردید.